الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. دوستان و همراهان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که الله متعال طاعات و عبادات همه ما و شما را به درگاه خودش بپذیرد. آیا جواب فعال شخصی که میگیریم درسته و چیزایی که میگند میشه؟ خدمت شما عرض بکنم که فال گرفتن یکی از گناهان کبیره است و از نظر شرعی جایز نیست. و فال گرفتن به این معنی هست که شما باور دارید که یک فردی از آینده شما خبر دارد، در صورتی که علم غیب جز ویژگی های الله متعال هست. کسی غیر از الله متعال غیب نمیداند و انسانهای فالگیری، انسانهای غیبگویی که در واقع پیش بینی می کنند، از آینده خبر می دهند، اینا همهشان دروغ هست و واقعیت ندارد. معمولا این گونه افراد شیاد یک سری کلیاتی را که برای همه انسانها یک نواخت است، همه در این موارد با هم شریک هستند، یک کلیاتی رو برای هر کسی که برای همه کس یعنی اتفاق افتاده یا اتفاق می افتد، این کلیات رو می گیرند و انسانهایی را که ساده‌لوح هستند فریب می دهند. رفتن پیش انسانهای فالگیر از نظر شرعی حرام هست و حتی اگر کسی به یک فالگیری باور داشته باشد، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من اتا عرافا، اگر کسی نزد فالگیری برود و حرفش را قبول بکند، از اون فالی بگیرد و حرفش را باور بکند، فقد کفر بما انزل علی محمد، بر قرآن و دینی که بر محمد نازل شده کفر کرده. زیرا که یکی از مسلمات و اساسیات دین اسلام این هست که یکی از موارد اعتقادی که کسی غیر از الله غیب نمیداند. وقتی که شما یک غیبگویی را، یک فالگیر را، حرفش را قبول کردی، به این معنی است که شما این آیات قرآن را در این زمینه قبول ندارید. آیا تراویح نخواندن گناه دارد؟ خیر، تراویح نخواندن گناه ندارد. تراویح جز سنت ها هست، واجب نیست و تعریف سنت که بارها خدمت شما عرض کردم این است که اگر کسی انجام بدهد ثواب میبرد و اگر کسی ترک کند گناهی ندارد. اما تا جایی که برای انسان ممکن هست، انسان باید که پایبند سنت ها باشد و این فرصت را از دست ندهد. آیا با لباس کار نماز قبول است؟ بله، هیچ گونه اشکالی ندارد. لباس شما لباس کار هست. الان به طور مثال گرد و خاکی روش نشسته، یا فرض کنید رنگکار هستید، یا فرض کنید تعمیرکار هستید، لباستون به اصطلاح کثیف شده، از نظر شرعی اشکالی ندارد که با اون لباس نماز بخوانید، به شرط اینکه نجس نباشد. نجاست فقط یعنی اینکه مثلا به طور مثال ادراری مثلا روی لباس نباشد یا مواردی از این قبیل که به اصطلاح نجس هستند. اما صرفاً به خاطر اینکه لباس کار شما هست، رویش گچ و خاکی هست، سیمانی هست، یا مثلا فرض کنیم که روغنی هست یا سیاهی چیزی وجود داره، اینها مانع صحت نماز نمی شود. اگر برایتون ممکن و میسر هست که لباس پاکیزه تری بپوشید، اشکالی نداره، بهتر و اولاتر هست. اما اگر که با همون لباس کارتون در صورتی که مطمئنی که نجاستی بر اون نیست، این موادی که شما کار میکنید اینا نجس نیستند، اگر نجاستی مانند ادرار بر روی لباستان نباشد، نمازتون از نظر شرعی صحیح است. آیا نیت یادمون بره روزه قبول هست؟ نیت یاد نمیره. شما وقتی که از همین الان نیت کردی که من ماه رمضان را همه شب نیت میگیرم، این برای همه شبهای رمضان برای شما کافی هست. یا همین که شما بلند شدید و سحری خوردید، یعنی این که نیت دارید. نیت چیزی نیست که شما وقتی که سحری خوردید، مثلا بعضی از مردم عادت کردند که بگوی نیت کردم که فردا رو از ماه مبارک رمضان روزه بگیرم. نه، چون این چیزی ثابت نیست از رسول الله صلی الله علیه و سلم و التزام به این گونه موارد بدعت هست. نیت یعنی خواسته قلبی شما، تصمیم قلبی شما. همین که شما امشب در دلتان هست و تصمیم دارید که فردا روزه بگیرید، این نیت شما هست و از نظر شرعی روزهتون کاملا صحیح هست.
سلام مولانا گشتی، سلامت باشید. سلام بر همه اهل گشت و سرامان و بلوچستان و تمامی فارسی زبانان. آیا نماز تراویح برای زنان هم جایز هست؟ بله، احکام شرعی همش که هستند هم برای زنان هست و هم برای مردان، هیچ گونه تفاوتی ندارد. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم زنان دوش مردان، همراه مردان در نماز می رفتند، نماز عید شرکت می کردند، نمازهای جمعه شرکت می کردند و نماز تراویح و شب هم همین گونه هست. و همان گونه که برای مردها سنت هست نماز تراویح، برای خانمها هم سنت هست. نماز تراویح نماز سنت هست، یعنی این که اگر کسی انجام داد این فضیلت شامل حالش می شود و اگر به هر دلیلی نتوانست که نماز تراویح بخواند، روزه فردایش صحیح هست و گناهی بر گردنش نیست، صرفا از این فضیلت محروم شده. اگر افطاری بدیم به روزه دار همکار آیا ثواب دارد؟ بله، قطعا ثواب دارد. یکی از اعمال خیری که به اصطلاح جزء اعمالی هست که فضیلت داره در این ماه مبارک رمضان، افطاری دادن به یک فرد روزه‌دار هست. کسی وقتی که شما به یک فردی افطاری میدهید، گویا که شما در واقع ثوابی به اندازه همون الله متعال شامل حال شما میکند و هر به اصطلاح نوع انفاقی باشه، خرج و خیراتی باشه در این ماه مبارک رمضان، الله متعال یعنی ثواب این اعمال ما رو در این ماه مبارک رمضان الله متعال بیشتر میکند و یکی از بهترین کارها در این زمان، در این ماه مبارک رمضان، همین افطار صائم هست. داخل ماه رمضان اگر روزه باشیم فحش بدیم روزه من باطل هست؟ روزه باطل نمی شود اما ضعیف می شود، به این معنی که تاثیر روزه کم می شود، ثواب روزه کم می شود. انسان باید که در هنگام روزه از تمامی کارهایی که لایعنی هستند به تعبیر حدیث، یعنی هیچ گونه صحبت، هیچ گونه منفعت دینی یا مادی ندارند، برعکسش مثلا گناه باشند، انسان باید پرهیز بکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که در ماه مبارک رمضان گفتار زشت و بد و دروغ را و تهمت و افترا را ترک نکند، الله متعال نیازی هم ندارد که به خاطر الله شما آب و غذایتان را ترک بکنید. اگر شما واقعا اهل تقوا هستید، به خاطر دستور الله میخواهید کاری را انجام بدید، خب بقیه موارد، تهمت زدن، غیبت کردن، دشنام دادن، اتهام زدن، بهتان دیگران، اینها جز گناهان کبیره است. از اونها هم باید شما پرهیز بکنید. نه تنها این که شما آب و غذایی که حلال هست این رو نمیخورید، اما غیبتی و تهمتی، فحش و ناسزایی که در رمضان و غیر رمضان حرام هست اون را انسان انجام بدهد، معنی این است که در واقع اون تقوایی که باید در قلب انسان باشه وجود ندارد. منتها روزه از نظر شرعی یعنی روزهشون ادا شده، که اعاده روزه و قضای روزه لازم نیست، اما چه بسا که به اندازه برسد که هیچ گونه ثوابی به انسان نرسد. شیخ، اگر تو ماه رمضان نماز و قرآن نخوانیم ولی روزه بگیریم، روزه صحیح هست یا باطل؟ همان گونه که روزه گرفتن در ماه رمضان فرض هست و از ارکان دین هست، به طریق اولا و در درجه اول نماز فرض هست. نماز رو حتما باید بخونید، به هیچ عنوان نباید ترک بشه. اما اگر قرآن نخواندید اون یک بحث دیگری هست، فضیلت رو از دست دادید. اما اگر که نماز رو ترک کردید، شما در واقع اومدید یک عمل ضعیفتر را، کمتر را انجام دادید که همون روزه هست. عملی که فرضیتش سنگینتر هست، بیشتر هست، ترک کردنش گناه بزرگتری هست، شما اونو در واقع رها کردید. میخواستم بپرسم آیا عطر و بوی عطر روزه را باطل میکند؟ خیر، عطر روزه را باطل نمی کند. چه عطری باشه که به اصطلاح یعنی اسپره باشه، الکل داشته باشه، یا این که عطرهای سنتی و به اصطلاح بدون الکل باشه، در هر صورت خوش استفاده کردن از عطر و خوشبویی در ماه رمضان در حالت روزه هیچ گونه تأثیر منفی بر روزه ندارد، نه روزه را باطل می کند و نه اینکه از ثواب روزه می کاهد.
طریقه درست ادا کردن نماز وتر را می شود که بیان کنید. برای نماز وتر چندین روش و طریقه در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شده. روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها، عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما و دیگر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. و بهترین و کاملترین روشش همین است که شما 3 رکعت بخوانید. کاملترین نیست اما حداقل کمال هست. حداقل کمال یعنی کمترین درجه نماز کامل وتر این است که شما 3 رکعت بخوانید. کمتر هم خواندید، 1 رکعت خواندید هم اشکالی ندارد، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الوتر رکعتون فی آخر اللیل. وتر 1 رکعتی است که در آخر شب اضافه می شود به نماز شب که در آخر نماز شب بخوانید. و در روایت دیگر فرمودند که نماز شب را 2 رکعت بخوانید. اگر ترسیدید که وقت به اصطلاح اذان فجر نزدیک هست و فرصت نبود که 3 رکعت با هم بخوانید، در اونجا 1 رکعت هم بخوانید کفایت میکند و این نماز وتر شما میشود. نماز وتر از نظر شرعی 3 رکعت هست با 1 سلام و 1 تحیات. با 1 سلام و 1 تحیات. یعنی اگر 3 رکعتی میخواهید که با هم بخوانید، 3 رکعت بخوانید و در بعد از رکعت دوم ننشینید و بلند بشید به رکعت سوم. رکعت سوم را هم بخوانید، در آخر 1 بار التحیات بنشینید و سلام بدهید. این یک روش. روش دوم این است که شفع جدا باشه و وتر جدا باشه. 2 رکعت بخوانید و بنشینید در التحیات، سلام بدهید کامل و بعد از آن بلند بشوید و 1 رکعت دیگر بخوانید که میشوند 3 رکعت. این هر دو صورت ثابت است از رسول الله و از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. در مذهب احناف با توجه به روایتی که در این زمینه آمده که نماز وتر در واقع مغرب را گفتند که وتر نهار هست، از این روایت استدلال کردند، گرچه این روایت از نظر سندی اشکال دارد. استدلال کردند که پس بنابراین چون که نماز مغرب وتر روز هست، پس بنابراین وتر شب را هم باید به همین کیفیت بخوانیم، یعنی با 2 تحیات و 1 سلام بخوانند. اما جمهور علما عرض کردم که نظرشون به همون صورت اولی هست که با 3 رکعت با 1 تحیات و 1 سلام یا 3 رکعت با 2 تحیات و 2 سلام خوانده بشود. این 2 صورت اولاتر رو هستند. اما در فقه حنفی شما می توانید که دقیقاً مانند نماز مغرب هم نماز وترتان را بخوانید، گرچه که نظر جمهور علما در این زمینه قوی‌تر و مستندتر هست. آیا استفراغ کردن روزه را باطل می کند؟ خیر، استفراغی که عمدی نباشد، روزه را باطل نمی کند. اما اگر کسی عمدن استفراغ کرد، دستش رو در حلقش فرو برد و عمدن استفراغ کرد، بنابر حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم روزهش باطل شده. اما استفراغی که انسان خودش حالش بد می شود و بالا می آورد استفراغ می کند، در این صورت روزهش باطل نیست. جامع الصحیح کدام کتاب ها هستند؟ جامع الصحیح کتاب صحیح امام بخاری هست. صحیح ترین کتاب های حدیثی نزد اهل سنت و مسلمانان بعد از قرآن کریم صحیح ترینش کتاب صحیح بخاری هست و بعد از آن صحیح مسلم هست و همچنین موطا امام مالک و سنن اربعه، یعنی سنن ابو داوود، ترمذی، نسائی و ابن ماجه. و روایات صحیح در کتاب‌های دیگر هم وجود دارد. اهل سنت و الجماعت الحمدلله از دیرباز، از زمان تدوین روایات و تدوین حدیث، روایات صحیح را از غیر صحیح جدا کردند. برای ما امروز کاملا مشخص و محرز هست که چه روایاتی صحیح هستند و چه روایاتی از نظر سندی اشکال دارند. تمام راویان حدیث از دیدگاه اهل سنت و الجماعت و از منظر علمای محدثین و ائمه جرح و تعدیل نقد شدند و راویانی که ضعیف هستند، اشکالی دارند، اونها را کاملا مشخص کردند و روایات ضعیف کاملا مشخص شده. روایات دروغین و موضوع یعنی ساختگی هم کاملا مشخص شده. صحیح ترین و بهترین روایاتی هستند که در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمدند، یعنی هر دو کتاب روایت کردند، امام بخاری و مسلم. یعنی اگر یک حدیثی هم در صحیح بخاری آمده بود و هم در صحیح مسلم آمده بود، متفق علیه بود، یعنی این حدیث از نظر صحت در درجه اول هست. در درجه دوم روایاتی که در صحیح بخاری هست، در درجه بعدی روایاتی که در صحیح مسلم هست.
آیا روزه‌ای که با خود ارضایی باز شود گناهش از باز شدن با غذا خوردن بیشتر است؟ از نظر شرعی چیزی که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده، شکستن روزه با همبستری کفاره دارد. با همبستری کفاره دارد. روایت معروفی که بارها در این زمینه خدمت شما بزرگواران بیان کردم. تنها موردی که کفاره دارد این است که انسان در ماه مبارک رمضان در حالت روزه با همسرش آمیزش بکند. اما بقیه موارد از دیدگاه جمهور علما کفاره ندارند و گناهشون معمولا در یک سطح هست. شاید که مثلا خود ارضایی یک مقدار گناهش بیشتر باشه، یعنی کسی که در روز رمضان مثلا این کار رو به اصطلاح انجام بدهد شاید گناهش از این که آب و غذای بخورد بیشتر باشد، اما حکمشون یکی هست، یعنی این که فقط قضا لازم هست از دیدگاه جمهور و کفاره لازم نیست. اما از دیدگاه فقه حنفی تفاوتی قائل نیستند که کسی با همبستری روزش رو شکسته باشد یا خود ارضایی یا آب و غذای خوردن یا موارد دیگر. در همه موارد در فقه حنفی هم قضا لازم هست و هم کفاره. اما نظر جمهور بنابر روایتی که در این زمینه هست این است که فقط خود همبستری قضا و کفاره دارد، بقیه موارد تنها قضا دارند و کفاره ندارند. امروز غذای سحری بین دندونام مونده بود، حواسم نبود، قورتش دادم، روزم شکسته. اگر حواستان نبود و متوجه نبودید، ناخودآگاه مثلا متوجه نشدید و فرو بردید، این رو روزتون نشکسته، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الله تجاوز عن امتی الخطأ و النسیان و ما استکرهوا علیه. الله متعال امت ما را مؤاخذه نمی کند درباره کاری که از روی خطا انجام دادند یا از روی فراموشی یا از روی اکراه و اجبار انجام دادند. این کاری که شما فرمودید این در واقع شما ناخواسته و به خطا این رو باقی مانده غذا را فرو بردید، روزتون از نظر شرعی نشکسته و قضایی هم بر شما لازم نیست. آیا با حالت جنوب خوابیدن در ماه رمضان تا بعد سحر اشکال دارد یا نه؟ نه، هیچ گونه اشکالی ندارد. در ماه رمضان یا غیر رمضان اگر کسی در حالت جنابت مجبور شد که مثلا کاری انجام بده، از منزل بیرون برود برای کاری، یا این که مجبور بود که مثلا استراحت بکند، بخوابد، یا این که خواست مثلا غذایی بخورد، آبی بخورد، حتی سحری خوردن در حالت جنابت از نظر شرعی هیچ گونه اشکال و کراهتی ندارد. منتها سنت رسول الله و روش عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم این بوده که اگر که با جنابت میخواستند بخوابند قبلش وضو میگرفتند و همچنین برای خوردن و آشامیدن بهتر هست که انسان وضو بگیرد. اما اگر یک فرض کنیم که به اصطلاح همبستری کرده بود در حالت جنابت و بعدش با همون حالت بدون اینکه سر صورت خودش را آب بکشد وضو بگیرد آمد سر سفره نشست و سحری خورد، از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی ندارد. اگر کسی خوابید تا اذان صبح و بعداً بلند شد و غسل کرد، از نظر شرعی گناهی مرتکب نشده و روزش هم کاملا صحیح است. مسواک زدن و دهانشویی در هنگام روزه چیست؟ حکم مسواک زدن و دهانشویی در هنگام روزه چیست؟ آیا باعث شکستن روزه می شود؟ نه. مسواک زدن و همچنین استفاده کردن از دهانشویی از نظر شرعی شکننده روزه نیست. شما می توانید در حالتی که روزه هستید مسواک بزنید و مایع به اصطلاح دهانشویی استفاده بکنید و منتها برای غرغره کردن احتیاط بکنید، صرفا به خاطر اینکه احتمال داره که مثلا ناخواسته مثلا مایع فرو نرود. اما از نظر شرعی روزه شما صحیح هست. مسواک زدن و دهانشویی از نظر شرعی شکننده روزه حساب نمی شوند. استاد، نشه کردن روزه را باطل می کند؟ اگر قبل سحر باشه و اثرش تا فردا ادامه داشته باشد چطور؟ نشه شدن به این معنی که یک انسانی به اصطلاح مواد مخدر یا دخانیات در طول روز استفاده بکنه، قطع نظر از این که دچار حالت نشگی بشود یا خیر روزش شکسته.
روزهش شکسته. اما اگر کسی در شب به طور مثال الان مواد مخدری یا دخانیاتی چیزی مثلا استفاده کرده بود و تأثیرش مانده بود، به این گونه نیست که کاملا بیهوش باشه، مست باشه، نه، فقط یک مقدار مثلا سرش فرض کنیم که نمیدونم چه حالتی دست میده، الان سرش به طور مثال باد کرده بوده، هوش و حواسش کامل هست، مست نیست، کاملا بیهوش نشده، از نظر شرعی روزهش درسته. گرچه اولاتر و بهتر این است که در ماه مبارک رمضان حداقل اگر نمیتونید به صورت کلی ترک بکنید، در ماه مبارک رمضان خودتون رو امتحان بکنید، آزمایش بکنید، شاید که مثلا بهتر بتوانید ترک بکنید، یک به اصطلاح تلاشی بکنید به امید الله و از الله متعال هم کمک بگیرید و صادقانه از الله متعال بخواهید که شما رو موفق بکنه، قطعا موفق میشه. اما به عنوان یک حکم شرعی اگر کسی مثلا در شب مواد مخدر استفاده کرده بود، بعد از سحری مثلا روزه گرفت، از نظر شرعی روزهش درست است. برای زنی که بچه شیرخوار دارد، بچهش فعلا فقط شیر میخوره، روزه واجب هست؟ اگر که چنین خانمی شیرش کم هست، اگر که روزه بگیرد شیرش کم میشود به اندازه ای که شیرش برای کودکش کفایت نمی کند، بچه اذیت میشود، گریه میکند، در این صورت روزه رو بخورد. جایز هست که روزه را بخورد و بعد از رمضان دوباره قضا بیاورد. یعنی به تعداد روزه هایی که نتوانستید روزه بگیرید، زن باردار یا زنی که به اصطلاح بچه شیر میدهد، حکمش این است که بعد از رمضان به تعداد همین روزه ها دوباره قضا بیاورید. آیا قطره چشمی روزه را باطل می کند؟ استریل چشمی نه. قطره ای که قطره چشم باشد یا قطره گوش باشد، اینها روزه رو باطل نمی کنند. قطره چشمی و قطره ای که در گوش استفاده می شود، اینها شکننده روزه نیستند. اما قطره ای که مستقیما در حلق چکانیده بشود یا در بینی چکانیده بشود، این شکننده روزه هست، زیرا که بینی مستقیم راه داره به معده، اما چشم و گوش این گونه نیستند. اگر کسی قطره چشمی استفاده کرد یا قطره گوشی استفاده کرد، گرچه اینها راه دارند، نهایتا طعمش شاید در حلق یعنی احساس بشه، با این وجود روزه باطل نشده. اگر کسی قطره چشم یا گوش استفاده کرد و طعمش را در حلق خودش در گلویش احساس کرد، روزش باطل نیست. اما اگر قطره را در بینی یا دهان استفاده کرده باشد، در این صورت جز شکننده های روزه شمرده می شود. آیا بدون روسری قرآن بخوانیم گناهکار می شویم؟ نه، گناهکار نمی شوید. ببینید عزیزان من، دین را سخت نگیرید. احکام و آداب را همان گونه که در اسلام آماده همون گونه عمل بکنید. از خودتان دیر نتراشید. پوشیدن سر یا به تعبیر دیگر ستر عورت، پوشیدن عورت برای خانم ها فقط برای نماز هست، نه برای تلاوت قرآن. هم مردها باید عورتشان پوشیده بشود در هنگام نماز و هم زنها عورتشان پوشیده بشود، با این تفاوت که تمام بدن زنها در هنگام نماز عورت هست. پوشیدن عورت من جمله سر یا مثلا دست و پا جز شرایط تلاوت قرآن نیست. اگر خانومی بدون روسری با لباس راحتی دست و پاش بیرون بود تو قرآن تلاوت کرد، از نظر شرعی گناهکار نشده، گرچه اولاتر و بهترین است که لباس مناسبتری داشته باشه، شاید که مثلا از نظر روحانی و معنوی شاید بیشتر بر اون تأثیری داشته باشه، خودش راحتتر باشه. اما به طور مثال اگر خانومی مثلا با همون لباس راحتی سرش برهنه بود، دست و پاش مثلا برهنه بود، میخواست قرآن تلاوت بکند، هیچ گونه مانعی از نظر شرعی وجود ندارد. برای تلاوت قرآن نه وضو گرفتن لازم هست و نه پوشیدن عورت، اینا جز شرایط تلاوت قرآن نیستند، گرچه اولاتر و بهتر هست که این موارد را رعایت بکنیم. اما این گونه نیست که اگر کسی بدون وضو به طور مثال از روی گوشش قرآن تلاوت میکند یا از حفظ تلاوت میکند، یا خانمی بدون روسری با لباس راحتی در خانه مثلا تکیه زده یا وقتی کم دراز کشیده میخواهد که مثلا قرآن تلاوت بکند از روی گوشی، اگر این کار را بکند گناهکار نیست و از نظر شرعی عبادتش درسته. و میدونه از بین
10,000 نفر فقط 10 نفر برنده میشن و با رضایت کامل شرکت میکنه، آیا باز هم قمار هست؟ بله، در مورد قمار حکمش همین است که من قبلا چند شب پیش خدمت شما عرض کردم و صورتش این هست که مثلا به طور مثال فراخوان داده می شود که ما یک ماشینی یا 2 ماشین یا فلان وسایل منزل رو داریم، ظرفیت ما به طور مثال 1000 نفر هست یا مثلا 10,000 نفر هست، کمتر و بیشتر. هر کسی که فلان مبلغ را 1,000,000 تومان به طور مثال به حساب ما واریز بکند، پرداخت بکند، او را در قرعه کشی ما شرکت می دهیم، در قرعه کشی شرکت می دهیم و نهایتا بعد از 1 ماه، بعد از 2 ماه که مثلا اون طرف پول خودش را گرفت، میلیاردها تومان را به جیب زده، میاد در این وسط مثلا یک ماشین 500 میلیون تومانی یا مثلا کمتر و بیشتر را به یک نفر میدهد. بقیه تمام 1000 نفر، 10,000 نفر که پول دادن، پولشون رفته و بر نمیگردد و فقط یک نفری در این وسط یا 2 نفر یا 3 نفر در واقع در این میان شاید مثلا چیزی گیرشون بیاد، وسیله خودروی چیزی به نام اونها زده بشود. این دقیقا همون قمار و میسری هست که الله متعال اون را رجس نامیده و پلید هست و از عمل شیطان هست و جز گناهان کبیره هست و قمار هست و خوردن مال مردم به روش باطل و حرام هست. این افرادی که این کار را انجام میدن مال مردم را به حرام میخورند و خوردن مال مردم به صورت حرام، ولو اینکه خودش مثلا طرف خودش داده اینو در واقع، اما به امید این که از طرف شما یک چیزی به اون گیر بیاد. یک نوع کلاهبرداری هست، یک نوع فریبکاری هست، خصوصا در این زمانی که مردم در واقع دچار فقر و تنگ دستی هستند، فکر میکنند که الان از این طریق مثلا به یک نان و نوایی برسند. این خوردن مال مردم به صورت حرام و ناجایز هست و از نظر شرعی جز گناهان کبیره هست و حتما و از نظر شرعی پولی رو که از این طریق به دست آوردند این افراد حتما این را باید به صاحبانش بازگردانند، وگرنه در دنیا و آخرت حق الناس برگردنشان هست و تاوان این کار را هم در دنیا و هم در آخرت حتما خواهند دید. ادرار کردن ایستاده چه مشکلی دارد؟ هیچ مشکلی ندارد. اگر کسی نیازی پیدا کرد به این که مثلا ایستاده ادرار بکند در جایی که مطمئن هست که لباسش، بدنش آلوده به ادرار نمی شود، از نظر شرعی در این زمینه ممانعتی وارد نشده. گرچه اولاتر و بهتر جز آداب اسلامی این است که انسان نشسته ادرار بکند، به گونه‌ای باشد که لباسش و بدنش آغشته به ادرار نشود. اما اگر کسی بنابر مصلحتی مثلا این کار رو انجام داد یا مثلا سنگ‌های مخصوصی که در خیلی از جاها، فرودگاه‌ها، جاهای دیگر مثلا وجود داره که به صورت ایستاده بعضی افراد ادرار میکنند و لباسشون هم تمیز هست و به لباسشون اصابت نمیکنه، گناهی رو مرتکب نشدند. از نظر شرعی ممانعتی در این زمینه وارد نشده و کاملا جایز هست. بله قطعا وقتی که به اصطلاح یکی از آداب شرعی این است که وقتی که یک فردی مثلا برای قضای حاجت می رود حتما عورت خودش را بپوشد. اگر در جایی هست که مثلا در معرض دید هست، حتما باید به گونه‌ای باشد که عورتش و بدنش نمایان نباشد، دیگران نبینند و در این صورت عرض کردم که اشکالی ندارد. گوش دادن آهنگ روزه را باطل می کند؟ نه، روزه را باطل نمی کند، اما کار بیهوده و گناه هرچی باشد تأثیر دارد بر روزه شما و روزه شما را ضعیف می کند، به گونه‌ای که شما شاید از روزه خودتان غیر از گرسنگی و تشنگی چیزی عایدتان نشود. حالا که روزه گرفتید به خاطر الله متعال این گشنگی و تشنگی رو تحمل کردید، سعی بکنید که روزه خودتان را حفظ بکنید، یعنی ثوابش برای شما باقی بماند. از مواردی که روزه را باطل می کنند یا ضعیف می کنند یا به صورت کلی گناهان در ماه مبارک رمضان انسان باید پرهیز بکنه تا اینکه عبادتش سالم بماند. من ایران زندگی می کنم، با اذان شیعه روزم رو باز کنم، حکمش چیه؟ لطفاً جواب بدید. اگر شما با اذان شیعه روزه را باز کردید، افطار کردید، روزهتون صحیح است.
از نظر شرعی روزهتون صحیح هست و شما از روزتون کم نکردید، بلکه اضافه دیرتر شما روزه رو باز کردید. از آن شیعه ربع ساعت تا 20 دقیقه دیرتر هست، شما دیرتر افطار کردید. اما سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم این بوده که به محض افطار، به محض غروب شما باید افطار بکنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند امت من تا زمانی بر خیر هستند و بر اعتدال هستند، از افراط و تفرید دور هستند که سحری را تأخیر بکنند و افطاری را تعجیل بکنند، یعنی دیر سحری بخورند و زود افطار بکنند و سحری رو بگذارند تا برای همون آخرین قسمت آخر شب قبل از اذان فجر. بعضی از مردم به طور مثال سحری میخورن ساعت 12، بعدش میخوابن تا وقت سحر و تا وقت نماز. این خلاف سنت هست. سحری رو باید به تأخیر بیاندازیم و افطار رو باید جلو بندازیم، یعنی به محض غروب آفتاب باید افطار بکنیم. اگر بوی سیگار به مشاممان برسد یا بو بکنیم روزهمان باطل هست. اگر که خود انسان به اصطلاح عمدن و دیده و دانسته این کار رو انجام بدهد، خودش سیگار استفاده بکند، روزش باطل هست. اما این که شما به یک راهی می رفتید در کوچه و خیابان مثلا بوی سیگار به مشامتان رسید، این جز شکننده های روزه برای شما شمرده نمی شود. مواردی هستند که اینها جز به اصطلاح کارهایی هستند که از اینا احتراز و پرهیز مشکل هست، در اختیار شما نیست و کاری که در اختیار شما نیست و عمدی نبوده از نظر شرعی شما مؤاخذه نمیشوید و گناهی بر شما ندارد و روزه شما هم باطل نیست. اگر در ماه رمضان هر شب در خواب نزدیکی کرد باید سر را شست یا نه؟ اگر در خواب کسی، منظورت این است که خواب ببیند، در خواب اگر کسی نزدیکی کرد، این لازمش این نیست که حتما باید غسل بکند، نه، این شرایط خاصی داره. اگر کسی در خواب به اصطلاح همبستری کرد، نزدیکی کرد، به معنی این که خواب به اصطلاح رابطه جنسی دید، از نظر شرعی حکمش این است که اگر ارضا شده باشد، یعنی وقتی که بیدار شد آثار منی بر لباسش وجود داشته باشد، در این صورت باید غسل بکند. اما اگر که بعد از اینکه بیدار شد هیچ چیزی بر روی لباسش نبود، آثار ارضا شدن نبود، در این صورت غسل لازم نیست، نه شستن سر و نه شستن بدن، چیزی لازم نیست. بدون نماز تراویح آیا روزه قبول می شود؟ بله، بدون نماز تراویح روزه قبول می شود. ما دو تا عبادت داریم در ماه مبارک رمضان، یکی صیام رمضان هست و دیگری قیام رمضان. صیام و روزه مال روزه های رمضان هست، در روز انجام می شود، و قیام عبادت شبهای رمضان هست. این دو تا عبادت با هم دیگر ارتباطی ندارند، لازم و ملزوم یکدیگر نیستند. انسان می تواند روزه بگیرد اما بنا به دلایلی تراویح نخواند، یا تراویح بخواند اما بنا بر دلایلی روزه نگیرد، مثلا معذور باشد. در هر دو صورتش از نظر شرعی اشکال نداره. کسی که تنها نماز تراویح میخونه نمیتونه روزه بگیره، تراویحش درسته. کسی که روزه میگیرد اما نمیتواند به هر دلیلی نماز تراویح نخواند، روزش از نظر شرعی درست است. آیا با تتوی کوچک میتوان روزه گرفت؟ هم با تتوی کوچک می شود روزه گرفت، هم با تتوی بزرگ، تفاوتی نداره. یعنی ربطی تتو با روزه ندارد. روزه شما کاملا صحیح هست، هم نماز درسته، هم روزه درسته و هم وضو و غسل درسته. کسی که تتو داشته باشد، تتو مانع نماز و روزه و مانع وضو و غسل نمی شود، ارتباطی با هم دیگر ندارند، گرچه اصل تتو زدن از نظر شرعی جایز نیست. تراویح 8 رکعتی ثواب تراویح 20 رکعت دارد؟ ثواب نماز بستگی به این دارد که شما چگونه نماز بخوانید. اگر شما 8 رکعت خوندید، آداب نماز را، ارکان نماز را، واجبات نماز را کاملا مراعات کردید، قیامتان، قعودتان، رکوع و سجدهتان طولانی بود، حضور قلب بیشتری داشتید، ثواب کاملتری دارید. اگر شما تعداد رکعات زیاد بود، 20 رکعت را با همین شرایط خواندید،
یعنی طولانی خواندید و قرائتتون و قیامتون و رکوع و سجدهتون کامل بود، طولانی بود و قرائت با به اصطلاح ترتیل بود و یعنی در نماز عجله نداشتید، قطعا نمازتون مثلا که 20 رکعت خوندید ثوابش بیشتر هست اگر که نمازتون یکی هست. اما فرض بکنیم که یعنی در یک سطحی باشه، فرض کنیم یک کسی میآید 20 رکعت نماز تراویح را در ربع ساعت میخواند، از طرف دیگر یک بنده خدای میاد 8 رکعت نماز تراویح را در 20 دقیقه یا مثلا بیشتر میخواند، قطعا در این صورت ثواب نماز 8 رکعت بیشتر از نماز 20 رکعت هست، زیرا که طمأنینت نماز، آداب نماز، احکام نماز که در 20 رکعت مراعات، در 8 رکعت مراعات شده، در 20 رکعت مراعات نمی شود. من اینو عرض می کنم خدمت تمامی عزیزان، نماز تراویحی که 20 رکعتش یا 23 رکعت با نماز وترش در ربع ساعت یا 20 رکعت 20 دقیقه خوانده بشود، چنین نمازی باطل هست. اینها دارند سر خودشان کلاه میگذارند، نمیتوانند بر سر الله متعال با الله متعال فریب کاری بکنند، خودشان را دارند فریب میدهند. نمازی که در آن رکوع شما، سجده شما کامل نیست، هنوز به رکوع نرسیدید بلند میشوید، شما به امام نمیرسید، امام در یک حالتی هست و شما در حالت دیگر هستید، تسبیحات رکوع را، در تسبیحات سجده را، بقیه اذکار را شما نمیتوانید انجام بدهید، طمأنینت ندارید، آرامش ندارید در این نماز تراویح. چون این نماز تراویحی من رک و با صراحت عرض می کنم که از نظر شرعی و از نظر تمام علما باطل هست، چون این نمازی باطل هست. حتی از دیدگاه فقه حنفی که یک مقدار این قضیه رو ساده تر گرفتن، تعدیل ارکان و طمأنینت در نماز جز واجبات نماز هست. اگر کسی عمدن این را ترک بکند نمازش باطل هست، حتی بنابر فقه حنفی، و اگر سهوا ترک کرده باشد باید سجده سهو به جا بیاورد. از دیدگاه بقیه علما که از همون اول از بیخ و بن چون این نمازی باطل هست. اگر 20 رکعت میخوانید حداقل نشان بدهید که پایبند مذهبید، نشان بدهید که انسان با خدا و با تقوایی هستید. 20 رکعتتان را طوری بخوانید که رسول الله صلی الله علیه و سلم به شما توصیه کردند. قیامتان، قعودتان، رکوعتان، سجدهتان، تلاوتتان این کامل باشد، نه این که از نماز سرقت بکنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که بدترین دزد اون کسی هست که از نماز خودش میدزدد. فرمودند که چطور از نماز دزدی میشود؟ فرمودند که لا یتم رکوعها و سجودها، که رکوع و سجدهش را کامل نمی کند. این کسانی که به این گونه نماز میخوانند، به طور مثال جاهایی که علم تر کیفی هستند، اینا نماز نمیخونند، اینا دزد نماز هستند. اگر 20 رکعت میخوانید مبارکتان باشد، اما 20 رکعت کاملا با آداب و شرایطش بخوانید که قیامش، قعودش، تلاوت و قرائتش و بقیه اذکار همه سر جای خودش باشد. وگرنه از چنین 20 رکعتی همون 8 رکعتی که کامل و درست خوانده بشود اون اولاتر و بهتر هست. تک کلیه هستم. یک کلیه کمکار است، روزه گرفتن واجب است. اگر وقتی که روزه میگیرید میبینید که اذیت میشوید و نمیتوانید که به صلاح ادامه بدهید، در این صورت بر شما لازم نیست. هر کسی که عذری داشته باشه، بیماری داشته باشه، و الان مشکل کلیه باشه، مشکل معده باشه یا بیماری دیگر، اگر خودش احساس میکند که نمیتواند روزه بگیرد و به اصطلاح درد بر اون طاری میشود یا ضعف میکند، در این صورت لازم نیست که روزه بگیرید، به جایش همون فدیه بدهید. قلیون برقی حرام است یا نه؟ قلیون فرق نمیکنه چه برقی باشه، چه نفتی باشه، چه زغالی باشه، همشون یکی هست و از نظر شرعی هر گونه دخانیاتی که خصوصا قطعا برای بدن ضرر و زیان داره از نظر شرعی جایز نیست و حرام هست. من بعد از افطار سیگار میکشم، حکمش چیست؟ اگر نظر ما رو میخواهی، نه قبل از افطار سیگار بکش و نه بعد از سیگار. تو تونستی که در طول روز خودت رو حفظ بکنی، سیگار نکشی، 10-12 ساعت مثلا سیگار نکشیدی، توانستی تحمل بکنی، سعی بکن که ترکش بکنی. چیزی را که برای
صحت و سلامتی شما ضرر داره، در این اوضاع بد اقتصادی به مال و جان شما در واقع داره ضرر میرسانه، این عاقلانه نیست که شما سیگار بکشید. اما اگر سیگار کشیدید بعد از افطار، روزه قبلتون صحیحه، روزه قبلتون روزه گرفتید، از نظر شرعی روزهتون تمام شده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن وقتی که آفتاب غروب کرد فقط افطر الصائم، روزه روزه‌دار دیگه تمام شده، چیزی بخورد یا بیاشامد یا نخورد، روزه دیگه حکمش این است که این روزه کامل شده، پروندهش بسته شده. ازدواج سنی ها با شیعه ها چطور میشه توضیح بدید؟ اینو بارها توضیح دادم که با توجه به تفاوت اعتقادی که وجود دارد، با توجه به این که بسیاری یعنی تعصب دارند در این زمینه و بعدها هم در زندگی خودشان دچار مشکل میشوند، هم برای فرزندان خودشون دچار مشکل میشوند در مورد تربیت فرزندان، و هم اینکه فرهنگ متفاوت است، خانواده ها هم شاید با هم دیگر مثلا سازگاری نداشته باشند، ما به چنین چیزی توصیه نمی کنیم. حتی علمای اهل تشیع هم چنین چیزی رو توصیه نمی کنند و بسیاری از علما گفتند که چنین کاری، حتی از علمای شیعه گفتند که حرام هست. در یکی از قرعه کشی ها شرکت کردم و الان برنده شدم، حکمش چیست؟ اگر که میخواید حکم الله و رسول باشه، حکمش این است که حرام هست. اون چیزی را که شما هم برنده شدید و این قرعه کشی هایی که الان معروف هست که پول دادید برای این که مثلا یک بلیتی بگیرید و در قرعه کشی شرکت بکنید، الان شرکت کردید برنده شدید، از میان 100 نفر و 1000 نفر نام شما در آمده، این همون قمار هست، از نظر شرعی حرام هست. برای شما حرام هست که اون چیزی را که به نامتون در آمده استفاده بکنید. اما اینجا ایمان حقیقی و واقعی انسان به نمایش گذاشته می شود. بعد از این که زمینه فراهم شده، شما برنده شدید، قمار را بردید، بعد از این اگر که مثلا اینو تحویل نگیرید و به خاطر رضای خدا، به خاطر این که حرام در زندگیتون ندید رو ترک بکنید، این نشانه ایمان و قوت یقین شما به الله متعال هست. آیا خواب زیاد روزه را باطل می کند؟ خیر، خواب زیاد روزه را باطل نمی کند. یک دعایی بگویید که دلم آرام بشود. برای این که شما دلتان آرام بشود و غم و غصهتان دور بشود، یک دعاهای زیادی هست. یک از دعاهای بسیار مختصر و مفید این است که من خودم بارها اینو تجربه کردم، این است که الله ربی لا اشرک به شیئا. در روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده الله ربی لا اشرک به شیئا. این دعا را زیاد تکرار بکنید، این ذکر را همیشه بخوانید در وقتی که دلتان گرفته، غمی بر روی شما، بر روی دوشتان سنگینی میکند و به قول معروف میخواید حالتون خوب بشه، این دعا را بخوانید و تکرار بکنید و با تکرار کردن این ذکر و دعا انشالله که سبک میشوید و غمتون از بین میرود. آیا شخص با سحر یا دسیسه قادر به تغییر تقدیر شخص است یا نه؟ نه، کسی نمیتواند تقدیر شما را تغییر بدهد. چیزی را که الله متعال برای شما نوشته همان برای شما اتفاق میافتد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث معروفی که به حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه میگوید که اگر تمام مردم جمع بشوند به تو بخوان منفعتی رو برسانند که الله متعال برای تو مقدر نکرده، نمیتوانند به تو منفعتی برسانند جز آن چیزی که الله برای تو مقدر کرده. اگر همه انسان ها جمع بشوند و بخواهند به تو ضرری برسانند، نمیتوانند به تو ضرری برسانند مگر آنچه الله برای تو مقدر کرده. اگر کسی چشم خورد، اگر کسی سحر شد، جادو شد، اگر کسی کشته شد، اگر کسی تصادف کرد، اگر کسی مالش را دزد برد، اگر کسی خودش ضرر جانی و مالی دید، حتی همه اینها جز تقدیر الله متعال هست. معنیش نیست که کسی برای شما تغییر رو عوض کرده. کسی که آمده به ماشین شما
شما زده، با شما تصادف کرده و شما هم اشتباه هم از اون طرف بوده، شما گناهی نکردید و اون طرف هم تقدیر شما رو عوض نکرده، بلکه تقدیر شما این بوده. اگر شما دچار سحر شدید، دچار نمیدونم بیماری شدید، دچار چشم زخم شدید یا هر مورد ضرر جانی و مالی که به شما رسید، این بر اساس تقدیر الله متعال است. این ایمان و یقین شما به الله متعال باشه. ایمان به تقدیر، به این که هر ضرری که به من میرسد از جانب الله هست، هر فایده و منفعتی که به من میرسد از جانب الله هست، الله متعال این رو برای من خواسته، این ایمان و باور در زندگی شما را قوت میدهد. ایمان شما قوی می شود. در هنگام مصیبت ها راحت می توانید که مصیبت ها و غم های زندگی دنیا را شما تحمل بکنید. به خاطر این هست که شما می بینید که در میان مسلمانان آمار خودکشی و آمار افسردگی بسیار کم و ناچیز هست در مقایسه با کسانی که به الله متعال ایمان ندارند. حتی در دایره مسلمانان، به طور مثال مسلمانانی که اهل سنت و جماعت که به تقدیر ایمان دارند، خصوصا جماعتی هایی که مثلا میگویند که هر چی می شود از الله می شود، اگر الله بخواهد همان می شود، اگر الله نخواهد چیزی اتفاق نمی افتد، این باور را، این تقدیر را کاملا باور کردن. در هنگام مصیبت باشه، در هنگام سختی باشه، در هنگام بیماری و فقر و تنگدستی باشه، راحت می توانند که این رو تحمل بکنند. وقتی که عزیزی در میگذرد، می بینیم که اهل سنت و جماعت راحت با بسیار آرام و با دعا و با دلی مطمئن و آرام به راضی به تقدیر الله متعال میبرند، عزیزانشان را دفن میکنند. اما در مقابل بسیاری از اهل بدعت هستند که وقتی که بچهشون از دنیا میرود، عزیزی از دنیا میرود یا ضرر و زیان مالی میکنند، زمین و زمان را در واقع به هم میزنند. این نشانه این است که ایمان به تقدیر در زندگی انسان تأثیر بسیار زیاد و بزرگی دارد. خود ارضایی در شب روزه فردا را باطل می کند؟ نه، روزه فردا را باطل نمی کند. کاری به روزه فردا ندارد، نه روزه دیروز و نه روزه فردا، ربطی نداره. فقط زمانی به سر روزه باطل می شود که در زمان روزه کسی این کار رو انجام بدهد. اگر بعد از روزه بود، یعنی بعد از افطار بود یا قبل از سحری بود، قبل از به اصطلاح اذان فجر بود، در این صورت از نظر شرعی روزش باطل نیست. گرچه بارها عرض کردم که یک کار ناپسند و غیر فطری هست. تا زمانی که تا جایی که امکان برای انسان میسر هست و امکان داره، سعی بکند که از چنین کاری انسان پرهیز بکند. سلام، وقت شما بخیر. نماز تراویح 4 رکعت یا 8 رکعت میشه خواند؟ اگر منظور شما این است که به اصطلاح یعنی کلا 4 رکعت نماز تراویح یا 8 رکعت نماز تراویح بخوانید، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم همون 8 رکعت هست و نظر جمهور علما، بیشتر علما هم این است که 20 رکعت خوانده بشود. 20 رکعت خوانده بشود، این نظر جمهور علما هست. اما برای کسی که توانایی ندارد، حداقل شما سعی بکنید که 8 رکعت را بخوانید، حداقلش هست. اما اگر یک فردی نمیتوانست حتی همین 8 رکعت را بخواند، اشکالی نداره. خودش رو از این شب‌های ماه مبارک رمضان کاملا بی بهره نکنه. حداقل همون 4 رکعت خوند، 6 رکعت خوند، حداقل یک چیزی بخواند، این اولاتر بهتر است از این که به صورت کلی نماز تراویح را ترک بکند، همون 4 رکعت هم بخواند. این خودش جای شکرش در واقع باقی هست. اما اگر میخواهید که مطابق با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، همون 8 رکعت را بخوانید، این اولاتر رو بهتر است. با مسجد رفتی، در مسجد با امام 20 رکعت خوندید که فبها و نعمه، که این هم کار خوب و پسندیده ای هست.
نگهداری از گربه در دین اسلام چگونه است؟ در دین اسلام از نظر شرعی اشکالی ندارد، جایز هست، گربه نجس نیست. اگر در منزل شما رفت و آمد بکند، مویش در به اصطلاح روی فرش شما، روی جا مصلی شما، بر روی لباس شما باشه، از نظر شرعی نماز شما کاملا صحیح است و نگهداری گربه هم در منزل از نظر شرعی اشکالی ندارد. درباره سخنچین صحبت بفرمایید. سخنچینی یکی از گناهان کبیره هست. سخنچینی و خبر رو جابجا کردن و در میان مردم اختلاف و تفرقه انداختن، دو نفر رو به جان همدیگر انداختن، این جز گناهان کبیره هست و چنان تهدید سختی در این زمینه وارد شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که نمام، یعنی کسی که نمامی میکند، یعنی سخنچینی میکند، وارد بهشت نمیشود. تا این اندازه گناهش سنگین هست. اگر کسی چون این کاری انجام داده باید توبه بکند و همیشه باید مواظب باشیم که به هیچ عنوان حرفی را که میدانیم که اگر من این حرف را بزنم، این حرف را منتقل بکنم، به دیگران برسانم، اختلاف می شود، ناراحتی می شود، دو نفر با همدیگر قهر می شوند، با همدیگر درگیر می شوند، اختلافی به وجود میاد، به هیچ عنوان جایز نیست که ما چون این کاری را انجام بدیم، بلکه جز گناهان کبیره هست. لطف میکنید زکات کارمندی حقوق بگیر رو توضیح میدید چطور هست و نصاب زکات الان چند هست؟ ببینید دوستان عزیز، زکات دو تا شرط اساسی دارد. زکات دو تا شرط اساسی دارد. اگر این دو شرط در مال شما وجود داشت، زکات واجب هست. اگر این دو شرط وجود نداشت، زکاتی واجب نیست. شرط اولش این هست که شما صاحب نصاب باشید. صاحب نصاب باشید. گاو شما، گوسفند شما، شتر شما، فرض کنیم پول نقد شما، طلا و نقره شما، محصولات کشاورزی شما، هر یک از اینها سقفی داره. اگر به این سقف رسیده باشد زکات دارد، در غیر این صورت زکات ندارد. و زکات پول همون زکات طلا یا نقره هست. طلا یا نقره. و معمولا زکات نصاب اگر که طلا را حساب بکنیم الان چیزی در حدود 600 میلیون یا 600 خورد میلیون شاید بشود. زکات نقره اگر بر اساس نقره حساب بکنیم که یک مقدار خیلی کمتر هست در واقع. اما شما اختیار دارید که با همون نصاب، معمولا با نصاب در واقع طلا حساب میکنند، یعنی همون حدود 600 میلیون تومان. اگر پول شما به این اندازه رسید به 600 میلیون تومان با حساب امروزی، در این صورت زکات دارد. اگر کمتر از این بود زکات ندارد. این شرط اول است. شرط دوم این است که این پولی را، 600 هزار تومانی را که شما به دستتان آمده، الان سرمایه شما هست، 1 سال کامل بر این گذشته باشد. 1 سال کامل بر این گذشته باشد. به طور مثال الان شما به طور مثال فرض کنیم که تا 1 ماه قبل شما تو در حسابتان 500 میلیون تومان بود. الان مثلا که سر سال شده پول شما از اون نصاب کمتر هست. بعد از اون مثلا 100 میلیون دیگه اضافه شد که نصاب کامل شد. بعد از این که همه این پول شما 1 ساله بشود، زکات بر شما فرض هست. اگر بخشی از این مال 1 ساله شده بود، بخشی 1 ساله نشده بود، زکات لازم نیست. اما اگر زکات را بدهید، خصوصا برای اموال تجارت، وقتی که حساب و کتاب مشکل است، این رو شما اولاتر رو بهتر است، به خاطر اینکه بری و ذمه بشوید. حالا این که تمام مال شما به اندازه به اصطلاح سالش کامل نشده، زکاتش رو پرداخت بکنید، اولاتر و بهتر است. و حقوقی رو که میگیرید، درآمد ماهیانه زکات ندارد. درآمد ماهیانه شما، حقوق شما، از جای مثلا ایجار مثلا منزل میگیرید یا موارد دیگری درآمدی دارید، از نظر شرعی زکات ندارد، مگر این که 1 سال کامل بماند، با همون شرط که عرض کردم، 1 سال کامل بماند و مبلغش هم به حد نصاب برسد، که اون یک حکم جداگانه هست که اونو نمیشه جز حقوق حساب کرد. اما حقوق ماهیانه که شما میگیرید در طول ماه یا در طول سال اینو مصرف میکنید، از نظر شرعی زکاتی به آن تعلق نمیگیرد. همبستری زن و شوهر در ماه مبارک رمضان حرام است یا نه؟ در ماه مبارک رمضان حرام نیست، به این معنی که در شبهایش حرام نیست، فقط در روزها حرام هست.
همبستری، خوردن و آشامیدن و موارد دیگری که جز شکننده های روزه هستند در طول روز رمضان حرامند، نباید که کسی کارها را انجام بدن، اما در شب هیچ گونه ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد. حکم شک و وسواس در محتلم شدن چیست؟ یعنی چطور آدم در محتلم شدن شک داشته باشه؟ در احتلام یا به تعبیری همون شیطانی شدن، شک و وسواس به چه معنی هست؟ اگر یک فردی مثلا شک و وسواس داره که آیا احتلام شده یا خیر، اصل بر اینه که نشده. اصل بر این است که نشده. یک قاعده فقهی رو خدمت شما عرض بکنم که یقین با شک از بین نمی رود. یقین با شک از بین نمی رود. شما یقین دارید که وضو دارید، یقین دارید که وضو گرفتید، اما مطمئن نیستید، شک دارید که آیا وضوم شکسته یا نشکسته. در این صورت شما وضو دارید. اون یقینی که قبلا دارید با این شک از بین نمی رود. شما شک هستید که آیا احتلام شدید یا نشدید، اصل بر این است که نشدید. این مرحله اول. مرحله دوم، شما نگاه بکنید به لباس خودتون. اگر بعد از بیدار شدن علامتی بود و منی بر روی لباستان بود، معنیش این است که باید غسل بکنید. اما اگر آثاری از احتلام ندیدید، در این صورت دیگه این شک و وسواس شما هیچ گونه اعتباری ندارد و غسل هم بر شما واجب نیست. خب دوستان عزیز و ارجمند، به همین مقدار کفایت میکنیم امشب و تا فرصتی دیگر که در خدمت شما بزرگواران خواهم بود، شما را به الله متعال میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.